امام بخاری رحمت الله علیه در جامع صحیح خود در کتاب ادب آن گفتند که باب اسم القاطع، باب درباره گناهی شخصی که علاقه را با خویشاوندانش میکند چقدر گناه دارد. یعنی در زیر این باب گناهی کبیره بودنی کندن علاقه با خویشاوندان را مصنف رحمت الله علیه بیان میکنند. حدیثی 5984 را روایت کرده گفتند که حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شهاب ان محمد بن جبیر بن مطعم قال إن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادند که شخصی که علاقه را با خویشاوندانش میکند به جنت نمی درآید گفتند. و این صیغه دلالت به گناهی کبیره بودنی کندن علاقه با خویشاوندان است. یعنی وقتی که به جنت نمی درآید گفتند این دلالت میکند که این گناهی کبیره است. واقعا در آیت هم و در 3 جای قرآن الله تعالی لعنت کرده است آنهایی که علاقه را با خویشاوندانشان میکنند و لعنت دلالت به کبیره بودن گناه میکند. معنای لعنت این است که از رحمت الله تعالی دور هستند، دور میگردد کسی که علاقه را با خویشاوندانش میکند. و کندن علاقه خیلی که گفتیم الله در قرآن آنها را لعنت کرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که آنها به جنت نمی درآید. کسی که علاقه را با خویشاوندانش میکند به جنت نمی درآید گفتند. این وعید است. این دلالت میکنه که گناه عظیم است. قال الکرمانی، کرمانی رحمت الله علیه گفتند که المؤمن بالمعصیه لا یکفر فلا بد من ان يدخل الجنه. مؤمن یعنی با گناه کافر نمیشه. یا آدم اگر با دادرش یا خواهرش علاقه را کند او کافر نمیشد، او اگر مسلمان باشه به جنت می درآید. لیکن در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که به جنت نمی درآید گفتند معناش چی است؟ امام کرمانی گفتند کسی اگر کندن علاقه را حلال شمارد او کافر است گفتند. لیکن اصلا به کندن علاقه انسان کافر نمیشه. این یک گناه کبیره است. انسان به سبب ارتکاب گناه کبیره از حدود شریعت نمی براید. لیکن به هر حال این وعیدها چخیلی که در بالا قید کردیم دلالت به گناه کبیره بودنی کندن علاقه با خویشاوندان میکند